چیز عجیبی نیست. نه نیست. فقط چند تا بچه لب ریلن، نه جیغ میزنن، نه میدونن باید فرار کنن، نه اصلا میفهمن قطاری است. فقط هستن. همیشه بودن. من باید دست تکون بدم. من با چی؟ من که دست ندارم. اگه بگن لبخند بزن قبوله. نمیذارم بچه رنجمو ببینه. قطار نه. منم که رد میشم. منم که له میشم. من بارها بارها و بارها. ببین دایی بچه بود، گذاشتنش روی ریل. یه تصمیم بعد که دیگه نمیشه برش گردوند. با پاهای آریش بازی میکردم انگار که ارث منه. ارث چیزی که ازش هیچ کس نپرسید چرا. گاهی تو خواب اون پایی که جامون میلرزه، صدا میکنه با ارتعاش ترس. یه ترس قدیمی، یه ترس که میگه هنوز اینجا. میخواد نجاتش بدم. نجات؟ نجات یعنی چی؟ وقتی خودم یه پام جا موندم وسط بدن کسی که دیگه نیست و شاید اصلا نباید نجاتش بدم. شاید نباید هیچ کس هیچ وقت هیچ جا نجات پیدا کنه. اگه اون پای من بود چی؟